قسمت 911 که قیمتشون تقریبا کمتر از 900,000 درهمه. این یکی 600,000 درهمه با یه رنگ فوق العاده، اما من عاشق این یکی ام. من عاشق این رنگم، رنگش خیلی جذابه. این صدا یعنی واقعا من دیوونه یه چیز اینطوری هستم توی ماشین. قاب آینه‌اش که کربونه، قاب آینه‌اش که نمیتونه بگی کربونه، خود آینه کامل کربونه. این یکی نه، این 911 کررر اس جدید اتاق 992. داخلش فکر نکنم بشه خیلی خوب نشون داد، اما خب سعیمو میکنم. باش این نمای عقبش همونطور هم که میدونید اتاق 992 یه چیز جالب که داره، وقتی از اینجا میشماری 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 11 911. این هم یکی 911 توربو اس. ما همین 911 توربو اس مونتا مدل 2014 توی ایران موجود داریم که دو تا ازش توی ایران هست. یکی از گرونترین پورش‌های موجود در کشورن. یکی از راه‌های تشخیص مدل‌های توربو توی 911 این بال عقبشون بود که به این حالته، یعنی اینجا داکتیل داره. اصلا میخوام راحت‌تر توضیح بدم، وقتی این بحث احساس میکنید که فقط داکتیله، اما اسپویلرش از این قسمت میاد بیرون. اسپویلر اینا صورت یه تیکه این پهناست که اینجوری باز میشه و میاد بیرون. این باشه.